سه گمانبر گروه متشکل جنایی روسیه معروف با نام بنده GTA روز سه شنبه هنگام تیراندازی در دادگاه ولایت مسکو کشته شد. دو نگهبان 5 گمانبر را در لیفت همراهی میکرد. بعدی حمله یکی از آنها به نگهبان، همراهانش خود را آزاد کردند و سلاح نگهبان را به دست آوردند. در نتیجه مأموران میلیسا جراحت برداشتند. نیروهای نظامی اضافی و ماشین‌های یاری تعجیلی به محل حادثه آمدند. همه آنهایی که در داخل بنا بودند از بنا بیرون آورده شدند. نسبت این حادثه با اتهام سوء قصد به جان مقامات انتظامی، تصرف سلاح و کوشش فرار از بازداشت پرونده جنایی باز شد. نگهبانان امکان یافتند نیروهای نظامی را دعوت کنند. در آشیانه سیوم حملگران را سربازان گاردی روسیه انتظار بودند. میان آنها تیرپرانی صورت گرفت که در نتیجه یکی از سربازان جراحت برداشته، 3 حملگر کشته شد. متهمان گروه GTA از جمله زادگان تاجیکستان به کشتار و رهزنی در شاهراهای روسیه در دوام سالهای 2012-2014 متهم می شوند. به گفته تفتیشات این گروه دست کم 17 راننده و مسافران را به قتل رسانیده است.